داستان قاضی و کفاش. عدالت حتی اگر پنهان شود روزی آشکار می شود. در دوران صفویان در شهر اصفهان قاضی عادلی به نام قاضی القضات شیخ نصرالله زندگی می کرد. او به دادگری و بی‌طرفی مشهور بود. مردم از شهرهای دور برای حل اختلافشان نزد او می آمدند، چون می دانستند که او نه به زر نگاه می کند نه به زور. روزی مردی کفاش با چهره خسته و پا برهنه به دربار قاضی آمد. گفت: قربان، من کفاش ساده‌ام. چند روز پیش مردی از اشراف زادگان شهر آمد و گفت برایش کفشی بدوزم. بهترین چرم را خواست. من هم با 1000 زحمت تهیه کردم، اما حالا که کفش را تحویل گرفته پولم را نمی دهد. می گوید کفش به پایش نمی نشیند. قاضی اشراف زاده را فراخواند. مردی جوان و مغرور وارد شد با لباسی فاخر و عطری گران قیمت. گفت: این مرد دروغ می گوید. کفش‌ها را بد دوخته. من پول نمی دهم. قاضی نگاهی به کفش انداخت. دوخت تمیز بود. سپس گفت: کفش را بپوش. اشراف زاده با اکراه کفش را پوشید. قاضی گفت: آیا پایت را می زند؟ نه، اما دلخواهم نیست. قاضی گفت: تو کفش را خواستی، او دوخت، پوشیدی و استفاده کردی. حالا که نمیخواهی باید پولش را بدهی. اگر نمیخواهی کفش را پس بده. اشراف زاده گفت: نمیدهم. من از خاندان بزرگم. تو کی هستی که مرا قضاوت کنی؟ قاضی سکوت کرد. سپس از جایش برخاست. ردای قضاوت را از تن درآورد. آن را تا کرد و کنار گذاشت. گفت: تا وقتی این ردا بر تنم بود قاضی بودم. حالا که تو مرا شایسته قضاوت نمیدانی دیگر قاضی نیستم. اما به عنوان یک مرد از تو میپرسم آیا انصاف است که زحمت این مرد را نادیده بگیری؟ اشراف زاده سرش را پایین انداخت. سکوت کرد. سپس کیسه زر بیرون آورد و گفت: حق با اوست. من شرمندم. قاضی لبخند زد. ردا را دوباره پوشید و گفت: عدالت گاهی با قانون اجرا می شود، گاهی با وجدان. این داستان برگرفته از روایت تاریخی درباره قاضیان عادل ایران است. داستان تاجر و سپند. پند پیران چراغ راه جوانان است. در روزگاران قدیم تاجری ثروتمند در شهر بزرگ زندگی می کرد. او در تجارت پارچه و ادویه مهارت داشت و کاروانهایی به دورترین سرزمین‌ها می‌فرستاد. اما با همه دارایی‌اش همیشه در سود بیشتر طمع می‌کرد و هیچگاه از آنچه داشت راضی نبود. روزی تصمیم گرفت به سفری دور برود تا بازرگانی تازه را آغاز کند. پیش از رفتن نزد پیرمردی دانا رفت که در شهر به خردمندی مشهور بود. از او خواست تا 3 پند برای سفرش بدهد. پیرمرد گفت: 3 پند دارم، اما هر کدام را در زمان خاصی به تو خواهم داد. اولی را همین حالا میگویم، دومی را وقتی به مقصد رسیدی و سومی را وقتی بازگشتی. تاجر پذیرفت. پیرمرد گفت: پند اول، هرگز در خشم تصمیم نگیر. تاجر سری تکان داد و راهی شد. در میانه راه کاروانش را دزدان زدند. او خشمگین شد و خواست یکی از خدمتکارانش را که گمان می‌کرد خیانت کرده بکشد. اما ناگهان پند پیرمرد به یادش آمد. خشمش را فرو خورد و تصمیم گرفت صبر کند. چند روز بعد دزدان دستگیر شدند و معلوم شد خدمتکار بیگناه است. تاجر از تصمیم عجولانه‌اش شرمنده شد. وقتی به مقصد رسید، پیرمرد دیگری که پیام‌آور پیر دانا بود نزدش آمد و گفت: پند دوم، هرگز رازی را به کسی مگو، حتی اگر دوست نزدیکت باشد. تاجر این پند را نیز به خاطر سپرد. در آن شهر بازرگانی دیگر با او دوست شد و پیشنهاد شراکت داد.
تاجر که از صداقت او خوشش آمده بود راز تجارتش را با او در میان گذاشت، اما چند روز بعد فهمید که آن مرد تمام اطلاعاتش را به رقیبش فروخته و بازار را از چنگش درآورده است. تاجر با دلشکستگی به شهر خود بازگشت. در راه به خانه پیر دانا رفت تا پند سوم را بگیرد. پیرمرد گفت: پند سوم: هرگز چیزی را که از دست دادی مایه اندوه ابدی مکن. آنچه رفت باز نمی گردد، اما آنچه ماند می تواند دوباره ساخته شود. تاجر با شنیدن این سخن آرام گرفت. فهمید اگرچه مالش را از دست داده، اما تجربه گران قیمت به دست آورده. به شهرش بازگشت، دوباره تجارت را آغاز کرد. این بار با احتیاط، فروتنی و پندهای پیر دانا. سالها بعد او دوباره ثروتمند شد، اما این بار نه تنها با مال بلکه دلهای بسیاری را نیز به دست آورد. هرگاه جوانی برای مشورت نزدش می آمد با لبخند می گفت: پند پیران چراغ راه جوانان است. شکر نعمت نعمتت افزون کند. آوردن که مرد پارسا و مومن شبی در خواب دید که کسی به او گفت: خداوند می‌خواهد به پاس ایمان و اعمال صالح تو در نیمی از عمرت تو را صاحب مال و ثروت کند. انتخاب با خودت هست که در جوانی ثروتمند شوی یا که در پیری. مرد مومن به این درخواست جوابی نداد و از خواب بیدار شد. او وقتی بیدار شد همینطور به خوابی که دیده بود میاندیشید و با خودش گفت: بهتر است که در نیمه دوم عمر که دوران پیری و ضعف و از کار افتادگی ثروتمند شوم و صاحب مال باشم که در آن زمان ثروت برای رفاه و آسایش من است. اما ناگهان فکری به ذهنش رسید و آن وقت بود که با همسرش در این باره مشورت کرد. او موضوع را به همسرش در میان گذاشت. همسرش که زن عاقل و فهمیده‌ای بود به او گفت: ای مرد، اگر خدای مهربان می‌خواهد به ما نعمتی بدهد، بهتر است که او را در جوانی بدهد که در پیری انسان نمی‌تواند از او استفاده کند. شب همان روز فرا رسید و مرد دوباره همان شخص را در خواب دید. آن شخص دوباره سوالش را تکرار کرد و مرد پاسخ داد: اگر از من میپرسی آن ثروت را در دوران جوانی میخواهم. از اون روز به بعد انگار درهای رحمت خدا به رویش باز شده بود و خداوند تعالی به آنها نعمتهای بسیاری داد و از مال و مکنت و سرمایه هرچه میخواست برایش فراهم بود. همسرش به مرد گفت: ای مرد، بدان که نعمت و بلا هر دو آزمایش خداوند مهربان و حکیم است. هنگامی که خدا به بنده‌اش بخشش کرد و نعمتی داد، مصلحت بنده در آن است که طوری دست کرم و بخشش را گشاده کند و تا میتواند به تهیدستان و نیازمندان احسان و نیکوکاری کند. مرد هم توصیه زنش را به جای آورد و تصمیم گرفت تا جایی که از دستش برمیآید به فقرا و نیازمندان کمک کند. وقتی نیمی از مدت عمرشان گذشت، آنها منتظر از بین رفتن مال و مکنت بودند، اما مرد و همسرش با کمال تعجب می‌دیدند که روز به روز که هیچ کمبودی در اموالشان به وجود نمی‌آید. برای زن و مرد همیشه سوال بود که چرا آن اموال کم نمی‌شود، تا اینکه مرد مومن شبی در خواب دید که از جانب خدا کسی به او گفت: تو شکر نعمت ما را به جای آوردی و در حق بندگان ما احسان و بخشش کردی. سزاوار نیست که نعمت خود را از تو بگیریم و تو را در پیری و از کار افتادگی به رنج و فقر و درویشی مبتلا گردانیم. پس به خاطر همین شکرگزاری و احسانت تا آخر عمر تو را در نعمت و آسایش قرار می دهیم.